رسول الله گفتند دجال ها می براید، یعنی فریب دهنده ها می برایند. قریبا من 30، اینها قریب که 30 نفر هستند، قریب که 30 نفر تا روز قیامت 30 دجال دیگر می براید. این 30 دجال، این 30 نفر گمان میبرند این که اونها پیغمبر هستند، در اصل کذابون، اینها دروغ میگن. بعد من دیگر پیغمبری خاتمه شد. و الحال ما و شما آگاه هستیم، یک برنامه در مجله بود که در خودجندم یک پیغمبری برآمد. شما اون مجله را خواندین که وی هم دعوای پیغمبری کرد و قبلش جدا کرد و گفت بر من چندین آیت ها آمده است به نام آیت کارپرتایی، به نام آیت ماهیگیری. اینها را این پیشکی هم برنامه ها داشت، لیکن این هم از جمله همین 30 نفر دجال های هستند که پیغمبری خدا پیشگویی کردند. اینها چکار کردند؟ برآمدند. اینا همه دروغگو هستند، اینا کذاب هستند. اینا جنهایی دارند که اون جنها کافر هستند. اینها را وسواس میکنند که شما پیغمبر هستین و من جبرائیل هستم برای تو وحی میارم. اینا گمان میکنند که پیغمبر هستند.